سلام دوستان عزیز، به کانال اسمارت آنلاین تیپس خوش آمدید. امروز با یک آموزش خیلی ساده و کاربردی در خدمت شما هستم. در این ویدیو با هم یاد میگیریم چطور به راحتی در ظرف چند دقیقه یک حساب جیمیل برای خودمان بسازیم. پس اگر تا حالا جیمیل نداشتید یا میخواهید برای کسی دیگری جیمیل بسازید، این ویدیو دقیقاً برای شماست. بریم به سمت آموزش. بالای جیمیل کلیک میکنیم. بالای جیمیل که کلیک کردیم میایم سری 3 نقطه از طریق سیتینگ اد اکانت میزنیم. بالای گوگل کلیک میکنیم. یک لحظه صبر میکنیم. حالا این صفحه ظاهر میشود. کریت اکانت بالش کلیک میکنیم. For my personal use. در این قسمت مشخصات خود اضافه میکنیم. اشرف مثلا. تخلص شده پایین. حبیبی. نیکس انتخاب. این قسمت تاریخ تولدش باید خیلی دقیق اضافه کنیم. ماه اینم روز 25 سالم 1997. از این قسمت جندر اگر خانم بود حتما فیمیل و اگر مرد بود میل انتخاب میکنیم. نیکست میگیم. اینجا اسم کاربری را باید بنویسیم. داد حبیبی 16. نیکست. اینجا یک پاسورد قوی می نویسیم. نیکست میگیم. تبریک میگم الان ما یک جیمیل داریم. بعد نیکست میگیم. نیکست. بعد پایین میریم بالای اگری کلیک میکنیم. حالا جیمیل ما ساخته شد. ما میتونیم از این به بعد پیام بدیم یا پیامی از طرف دوستان ما دریافت کنیم. تشکر میکنم که تا آخر این ویدیو با من بودید. اگر این آموزش برایتان مفید بود حتما کانال را سابسکرایب کنید و برای حمایت از من این ویدیو را لایک و با دوستان خود به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی شاد و موفق باشید.